صبح امروز در مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ سوگدیان شهر خوجند محفل تربیوی حقوقی پیوندی محبت دایر گردید. در چهاربینی مذکور یک زمره عالم‌زن‌ها، نمایندگان مقامات حفظی حقوق، نمایندگان ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی ولایت و بانوان و جوان دختران فعال شهر شرکت ورزیدند. نخست سردار خانه عقد نکاح شهر خوجند چهاربینی را افتتاح نموده افزود که عائله سالم همچون نهاد مهم جامعه برای پایداری و استواری ملت نقش واریز دارد. عائله سالم همچون نهاد مهم جامعه برای پایداری و استواری دولت و ملت نقش واریز داشته. اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام رحمان از روزهای نخستی به سر دولت آمدن با این نهاد مهم جامعه توجه مخصوص ظاهر نمودند. سپس سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوگد مقدم هاشمزاده برآمد نموده ذکر داشت که در دوام سال جاری در ولایت سوگد 19,000 عقد نکاح به قید گرفته شده. از این شماره 3,222 نکاح بیکار کرده شدند. تاکید گردید که اساس بکارکونی های نکاح ها از گذشت نکردن، دخالت شخصی سوم و نآمدن خصلت های همدیگر می باشد. امروز که این چهاربینی برگزار گردید ایستاده است، این برای آماده نمودن جوانانی که از قید نکاح دولتی میگذرند و در دوام یک ماه دادن عریضه آنها باید از سندهای معیاری حقوقی که وابسته به عائله و عائله‌داری نشان داده شده است. این قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حال شهروندی و کدکس عائلی جمهوری تاجیکستان روانه کرده شده است. نوبت از آنی که اینقدر تشویقات ترغیبات میگذارانیم در ولایت تعداد اکتی نکاح زیاد شده باشد هم شماری بکارکونی نکاح نیز زیاد گردیده است. تحلیل ها نشان میدهند که در دوام 11 ماه سال جاری در خانه عقد نکاح شهری خوجند 12 عدد قانون ویرانکنی ها به نظر رسیده و 1000 عقد نکاح به قید گرفته شدند. در دوام 11 ماه سال روان باشد 12 عدد قانون ویرانکنی ها به نظر رسیدند. پرسیدند خوشبخت‌ترین آدم ها کی هستند؟ گفتند کسانی هستند که به خوشبختی دیگران حسد نمیبرند و زندگی خودشان را با حیات هیچ کس مقایسه نمی کنند. هدف اساسی برگزاری چهاربینی برای آماده نمودن جوانانی که از قید نکاح دولتی میگذرند و اینچنین از معاینه طبی گذشتن آنها محسوب می‌یافت. بنابر گفته سردار ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوگد مقدم هاشمزاده برگزاری چنین محفل‌ها می‌توانند برای استواری عائله برای بنیاد عائله‌های سالم مساعدت نمایند. هدف اساسی برگزاری محفل دائمی عمل کننده پیوندی محبت این آماده نمودن جوانان به حیات عائلوی، تحمل پذیری، استواری عائله و سالمی عائله نگارنده شده است. وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان سیاست حقوقی حکومت جمهوری تاجیکستان را به واسطه شاخه‌های آن از جمله ریاست اسناد حال شهروندی، خانه عقد نکاح و شعبه بخش ثبت اسناد حال شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در جایها معرفی می‌نماید و آن را به مردم می‌فهماند. بعداً متخصص خانه عقد نکاح شهری خوجند عبادت زائدووا عاید عاقبت‌های نکاح خویش و تباری معروضه نموده به حاضرین از رفت پیشگیری آن معلومات داد. ذکر گردید که اساس بستن عقد نکاح را راضیگی طرفین تشکیل می‌دهد. طبق طلبات کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و کدکس عائله جمهوری تاجیکستان مردان و زنانی که به سن نکاحی رسیدند می‌توانند آزادانه عقد نکاح بندند. اساس و شرط مهمی به قیدگیری دولتی عقد نکاح این روزگی طرفها می باشد که مطابق طلبات ماده 33 قانون جمهوری تاجیکستان درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی و ماده 12 کدکس عائلی جمهوری تاجیکستان از 13 نوامبر سال 1998 تحت رقم 682 به نظر گرفته می شود. در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 23 آگوست سال 2016 تحت رقم 34 شخصان نکاح شونده باید از معاینه طبی گذرند. مطابق طلبات کدکس عائله جمهوری تاجیکستان شهروندان می توانند به طور رایگان از معاینه طبی گذشته در اساس پرینسیپ‌های قانونگذاری نکاح خود را قانونی گردانند. این نقطه ضمن برآمد طبیب مرکز سلامتی رقم 5 شهری خوجند ماهیره یوسفووا در محفل پیوندی محبت تاکید گردید. رایگان گذرانده می شود. معاینه طبی حتما از روی استقامت نکاح شونده
و در مرکزهای سلامتی شهری که در آنجا نکوهشونده اقامت می‌کند گذرانده شود. معاینه طبی را تنها دکتر اولیویی که این شخصی نکوهشونده را در قید دارد می‌تواند گذراند. در انجام چاره‌بینی برنامه آماده نموده صنعتکاران منظور اشتراکچیان چاره‌بینی گردانده شد. گزارش شهرام کاملزاد، کامران حسین زاد برای برنامه خبر 24.